سلام بچه‌ها، چطورین؟ چه خبر؟ آقا میخوایم امروز لنت موتور عوض کنیم. بریم لنت رو عوض کنیم. لنت هم گرفته بودم از قبل. الان ترمزم نمیدونم چه شده، کلا نمیگیره اصلا. میخوام بازش کنم، لنت رو عوض کنم. لنت هم تقریبا آخرش. اول از همه لنت بهتون بگم از کجا باید بفهمید که چقدرش مونده، کی باید عوض کنید. اینی که میبینید گوشت لنته و یه ضخامتی داره. شما اگه نوش بدونید ضخامتش چقدره، وقتی هم که تموم شده باشه پس میفهمید که موقع تعویضشه. این که میگن چند هزار تا یه بار عوض کنیم، سوال اشتباهیه. شاید یکی مسیرش کلا اتوبانی باشه و اصلا ترمز استفاده نکنه خیلی و یهو 20000 تا هم لنتش واسش بمونه و نیازی به تعویض نداشته باشه. یکی هم وسط شهر خیلی میره، خیلی زیاد ترمز میزنه، از معکوس استفاده نمیکنه واسه وایسادن، ممکنه توی 3-4 هزار کیلومتر تموم شه. شما باید هر تقریبا 4-5 هزار تا یه بار حواستون باشه که چک کنید ترمزو و اگه یه وقتی دیدین کم میگیره یا ضعیف شده هم باز چک بکنید و آره کلا یه چیز کلی نیستش. باید حتما نسبت به مصرف خودتون لنتتون رو چک بکنید. این خود لنت گوشتش الان میبینید که مال من تقریبا آخراشه، خیلی نداره و تقریبا موقع تعویضشه. یه روش دیگه هم اینه که میبینید که روغن ترمز میاد پایین، یعنی این تا اینجا من پرش کرده بودم به خاطر اینکه لنت جمع شده. حالا بهتون نشون میدم کار کرده این لنت و روغن ترمز اینا چه جوریه، رفته پایین‌تر، پس یعنی لنت کم شده. الان من این داستان اینجا هم کج شده، فکر کنم فشار میاره به این کالیپر هم اگزوزم. باید اینم باز کنم، صافش کنم اول، بعد بریم سراغ باز کردن خود لنت. اگزوز فابریک این موتور رو نمیشه باز کرد، جایی نیست باز کنید، جوش خورده. مجبورید همینجا لنت رو عوض کنید که یکم کارتون رو سخت میکنه. ولی اگه اینجوری اگزوز قهرمانی دارین، راحت با یه پیچ بازش کنید و درش بیارید که با خیال راحت به لنت برسید. خب ظاهرا ترمزم گیر میکرد به اگزوزم، خاطر کج بودن اینه. ولی لنت هم موقع تعویضشه بالاخره در هر صورت. چون اینجا به اندازه کافی لوازم ندارم، مجبورم به روش‌های سنتی صافش کنم فعلا تا بعداً ببینیم چی میشه. خب بچه این اسمش کالیپره. خب کارش چیه؟ نگه دارنده لنت که بیاد روی دیسک قرار بگیره. واسه باز کردن کالیپر 2 تا پیچ آلن اینجا میخوره، 2 تا آچار آلن میخوره برای باز شدنش. بچه ببین هر موتوری، یعنی همه موتورها یه جورن، شما کلیت رو یاد بگیرید هر موتوری رو میتونید درست کنید. مثلا وقتی ما آموزش رو بین 180 میدم، نپرسید فلان موتور چه جوریه، ببینید خودتون قشنگ معلومه. حالا ممکنه به جای پیچ آلن پیچ عادی بخوره یا هر چیز دیگه، مثلا به جای اینجا این ورش باشه اون ورش باشه، کلیتش یکیه. شما فقط نترسید یه دور انجام بدید، باز کنید، دیگه دستتون میاد. همونطور که میبینید ممکنه این لنت گیر کرده باشه به دیسک و راحت در نیاد. شما میتونید با نیروی دستتون یا اگر نشد یه پیشگوشتی بندازید یا اگر وسیله دارید که چه بهتر، یکم این لنت رو به سمت بیرون هول بدید تا یکم باز بشه. برای منم اگه دقت کنید دیسکم اینجاهاش لبه داره، یعنی گیر میکنه بخواد بیاد بیرون لنتم. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی من یه سوتی خیلی بزرگی دادم. چی که بعد باز میکردم که اینو نگه می‌داشت این دوتا بود، نمیدونم چه جوری یادم رفت. این دوتا خود لنت رو نگه می‌دارن، اصلا حواسم نبود این دوتا وصل کرده کالیپر رو به اینجا. میگم چرا انقدر سفت گیر کرده، اصلا نمیدونم چه جوری همچین سوتی دادم. سعی کنید آموزش‌های منو خیلی نگاه نکنید. خب جفت لنتام هم افتاده از توش بیرون. خب آقا این همینطور که میبینید کالیپره، این دوتا پیستونایی هن که لنت رو هول میدن جلو به طریق فشار روغن. ببین من الان با دست میتونم اینو هول بدم تو، فقط خیلی سفت شده، میخوام بازشون کنم یکم WD-40 هم بهشون بزنم. من در بیاریم. خب اول یکم کالیپر رو تمیز بکنیم. الان میبینید روغن کجاست و پیستونا کجا. ببینید من الان وقتی دارم با دست فشار میدم تو، این رو سطح روغن داره میره بالاتر.
این الان کامل بسته شدیم پیستون و روغن به ماکسیموم میزان خودش رسید. بچه‌ها بریم لنت نو رو گوشتش رو با لنت قدیمی مقایسه کنیم ببینید چقدر اختلاف داره. این لنت نو از این لبه تا اینجا گوشتشه، یعنی این تیکه گوشتشه و این شیارها هم دقیقا واسه همین گذاشته شه که شما متوجه بشید چقدر گوشت داره. اینم از لنت قدیمی، یعنی دیگه تقریبا تموم شده بود. شاید مثلا 1000 تا 2000 تا دیگه هم میرفتم ولی خب ریسکی بود. اگر هم جنس لنتتون بد باشه به جای اینکه لنت خورده بشه دیسک خورده میشه. حواستون باشه که جنس لنت رو خوب بخرید. خب همونطور که گفتم لنت نو رو میخواین جا بندازین، پیستونا رو باید با دست تا ته فشار بدین تو. اگرم با زور دستتون نرفت بدونید که یه مشکلی داره، چون باید با زور دست بره. بعضی لنت ها این ورشون همچین چیزی داره، این میفته دور این پیچ، این دوتا سوراخ هم میره به سمت بالا که اون پیچ ها نگرشون، یعنی به این شکل. اینجا باید یکم فشار بدین تا اون فنرش بره داخل. یکی رو بذارید قشنگ جا بیفته، با دست نگرش دارید. این فنر هم مواظب باشید که در نیاد این شکلی. و یکی از پیچ‌ها رو تا نصفه بکنید داخل. به پیچ‌ها هم دبلی دیشل زدم که زنگ زدگیشون از بین بره. این سر جاشه، اینو می‌کنیم داخل. این پیچ می‌بینید اینجا رفت داخل، اینو نگه داشت. این یکی هم تا نصفه همین کارو می‌کنیم که نگه داره لنت اول رو. اینم رفت داخل، اینم تا وسط می‌کنیم که بمونه. و حالا این یکی لنت رو می‌ذاریم با خیال راحت. دومی یکم گذاشتنش معمولا سخت‌تره. حالا پیچ رو جا می‌زنیم. خب پیچ اینم گرفت، این یکی پیچ هم اینم رفت داخل. جفت لنت الان سر جاشونن. پیچ‌ها رو میتونیم با خیال راحت ببندیم. این پیچ‌هایی که اول کار اشتباه بازیشون کردیم. این آهنی هم که کالیپر رو به شاسی وصل میکنه میذاریم اینجا. سلام، خوب هستین؟ خواستم. خب الان همه چی جا انداختیم، آماده شد بره روی دیسک. میبینید که ممکنه یکم سخت جا بره چون الان گوشتش زیاده. نه راحت جا رفت، راحت جا رفت و دقیقا پیچ سر جاشون. پیچ قبلی رو چون زنگ زده دبلی دیشل میزنم یکم. خب بچه‌ها کالیپر رو بستیم، لنتاش هم بستیم. فقط الان یه نکته باقی میمونه که باید بهش خیلی دقت بکنید. الان اینجا یه فاصله افتاده بین لنت تا دیسک. اینو حتما حواستون باشه، همون اول ترمز چند بار بزنید تا پمپ روغن کار بکنه و میبینید میاد و میچسبه به. یه تست هم بگیرید، لاستیک رو دست بچرخونید و ترمز بزنید. میبینید که داره کار میکنه. تو حرکت هم باز یه چند بار اینو بزنید تا قشنگ چفت‌تر بشه. خب آقا اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که آموزشش کامل بوده باشه. هواگیری هم بعداً توی ویدیو کامل بهتون میگم. کلیتش رو بخوام بهتون بگم، اینجا یه پیچ داره، باید هی ترمز بزنید مثلا 3-4 تا بزنید تا ته نگه دارید. ته تا ته که نگه داشتین این پیچه رو یه ذره باز میکنید. این روغنه اگر بینش هوایی باشه میاد بیرون. باز میکنید، دوباره میبندید، بعد دوباره ترمز میزنید. هی ترمز میزنید، نگه میدارید، باز میکنید،
ترمز رو همینجوری نگه می‌دارید، می‌بندید، دوباره ترمز می‌زنید. انقدر این کار می‌کنید تا اون هوای اضافه از توش بیاد بیرون. این بیشتر بر زمانیه که شما روغن اضافه کردین از بالا یا کلا روغن رو عوض کردین. موقع تعویض لنت خیلی نیازی نیستش این کار رو انجام بدید. اگه سوالی باز داشتین تو کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. قیافم خیلی داغونه. سابسکرایب یادتون نره، اینستامو فالو کنید و دمتون گرم که ویدیو رو نگاه میکنید.